ای صفای قلب زارم، هر که دارم از تو دارم تا قیامت. ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم، منم خاک درت، غلام و نوکرت. مران از در مرا به حق مادرت. علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا. غیر تو یاری ندارم، با کسی کاری ندارم. غیر تو یاری ندارم، با کسی کاری ندارم. گر مرا از در براری، غیر تو یاری ندارم. تو خوبی من بدم، به سویت آمدم. تو خوبی من بدم، به سویت آمدم. به حق فاطمه مکن مولا ردم. علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا. من کیش رایم گدای تویم، یا سامن الحجج. شرمنده عطای تویم، یا سامن الحجج. بالله نمی روم در بیگانگان دنج، تا هستم آشنای تو، یا سامن الحجج. از کار مایان گره نگشاید کسی مگر دست گره گشای تو، یا سامن الحجج. آخرین نفس نکشم دست التجا، از دامن ولای تو، یا سامن الحجج. دار شفایات کوی تو، خود تویی طبیب. درد من و دوای تو،
یا سامن الحجاج هستی چو پاره تنه پیغمبر خدا جان جهان فدای تو یا سامن الحجاج هم ناله با جوان دل افسرده است جوان گریم در عزای تو یا سامن الحجاج لبم همیشه نوایم رضا دارم مرید و بنده اویم اگر روا دارم در آن مکان مقدس که کعبه دل هاست طواف کعبه جان گر کنیم جا دارم خدایگان خراسان آفتاب کمان ریاض مینوی است جان خدا دارم شفای درد خود از زامن غریبان خوان بلا علاج غریبان همه شفا دارم دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است کبوتری که بلم نغمه رضا دارد گندم از دست تو خورده است و کبوتر شده است گندم از دست تو خورده است و کبوتر شده است طبق تقدیر قشنگی که مقدر شده است آن درختی که پر از مهر و صفاست گوشه ای از حرمت پاشنه در شده است السلام علیک یا غریب الغربا السلام علیک یا معین الضعفاء و الفقرا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا طیب الله انفاسکم درود بر شما لذت بردیم حظ بردیم کیف کردیم جناب آقای رئیسیان عزیز در خدمت شما هستیم اگر صحبتی با شنوندگان جان دارید بفرمایید نظر مبارک شما مجری توانمند جناب آقاخانی حضرت استاد آقای دکتر متولیان و سرور عزیزمون سرکار خانم العباس جناب استاد قدوسیان و عزیزانی که در سالن شرف حضور دارن شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه یک دو صدا عرض ادب و احترام و
بنده محمد رضا رئیسیان خدمتگزار شما در 4مین دوره برنامه یک دو سه افتخار این داشتم که حضور پیدا کنم از شهرستان دامغان، بله، استان سمنان. بله، در خدمتتون هستم. درود بر شما، سپاسگزارم. دیگه در مسیر امام رضایید شما بزرگواران، یعنی از تهران هر عزیزی که مشرف بشه به سمت حرم و بارگاه علی بن موسی رضا علیه السلام، گرمسار و سمنان و دامغان و میامه و شاهرود و سبزوار و نیشابور و مشهد و رضا، خدا قسمت کنه انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید و اینکه باعث افتخار بنده هست که در خدمت شما هستم. دیگه میخواستم بپرسم با یک دو صدا چه برای آشنا شدید؟ قشنگ گویا هست همه چیز که شما دیگه خودتون رادیویی هستیم. و نکته بعد این که بپرسم از کی شروع کردیم این گرمی صدا و این سوز صدا. مشخصه که از زمانی که مادر به شما شیر میدادن ذکر یا حسین و یا علی بن موسی رضا در گوش شما نواخته شده. من دلم نمیاد برم سراغ داورای عزیز، انقدر امام رضایی چسبید بهم، چون گفتیم مسیر امام رضا از همین گرمسار و سمنان و به سمت حرم تا دامغان و شاهرود. دیگه من آمدم که با ادب برگردم، یک نوکر با اصل و نسب برگردم. جا دارد اگر که از حریمت ارباب، تا شهر خودم عقب برگردم. درود بر شما متولیان، در خدمت شماییم. اصلا یه حس خاصی غالب شد به داوران و حضار محترم که قابل وصف نیست. این اشک خیلی گرانبهاست. در خدمت شماییم. آقای رئیسیان عزیزم، ما توی این 4 دوره‌ای که خدمت شما بودیم عادت کردیم، یعنی امروز صبح که من اومدم داشتم میپرسیدم آقای رئیسیان تشریف میارن یا نه، به خاطر اینکه همواره حال دل ما رو خوب میکنید. امروز هم ما رو بردید به آستان سلطان سریر ارتضا حضرت علی بن موسی رضا که در وصف ایشون عرض کردم و در وصف حال خودم بنبست زادم که سوی بست میروم، هوشیار میرسم به تو من مست میروم. من قهرمان گم شدن و باخت دادنم، من قهرمان گم شدن و باخت دادنم. دست مرا رها کنی از دست میروم. باشه مرا نخواه ولیکن خودت بگو، مانند تو رؤوف کجا هست میروم. خوش به حال ما که امام رضا داریم و امام رؤوفی که مثل او نیست، و خوش به حال ما که یه وقتایی باید اینجا از آقای قدوسیان یه تشکر ویژه بکنیم. این بزم و گهگاهی رقم میزنه که ما بنشینیم دلهام رو گره بزنیم و از آقای رئیسیان عزیزم هم ممنونم که اینقدر پاکیزه زیسته که نفسش اینطور دل رو تکون میده. ما هر بار عرض میکنم این شما حق عشق بگردنش برید. سپاسگزارم جناب متولیان عزیز. سرکار خانم آل عباس، نمیدونم دعام کردی برای ما توی این حال قشنگ؟ خیال کنید خب دیگه مشهدی که بله مشهدی هم باشیم، تنگ حرمه. آقای قدوسیان درود بر شما. درود بر شما. آقای قدوسیان بفرمایید. من اوضاع بهتری ندارم، دست شما درد نکنه. واقعا اصلا اجرای آقای رئیسیان توی مسابقه یک دو صدا، حالا فصل ویژه محرم و صفر، عادت دیگه برای ما، اصلا از حالت مسابقه خارجه. من آقای رئیسیانی که صدا میکنم برای اجرای برنامه دفتر رسک رو میذارم کنار، انگار اومدم مجلس روزه قراره که فیض ببرم، مثلا از بحث مسابقه خارج میشه. من فقط یه خواهشی بکنم، این
بخش اولی که اجرا کردید برای همه ایرانی‌ها ای صفای قلب زارم خیلی خاطره انگیزه. یه بخشی پشت میکروفون ضبط نشد. من میخوام خواهش کنم اونو دوباره بخونید برای ما، همون یه تیکه اول رو هم دوباره یه حرزی ببریم، همین که شنونده ها بتونن کامل بشنون یه تیکه رو. انشاءالله بعدش کنم حالا عباس صحبت بفرمایید. ای صفای قلب زارم. یه لحظه اجازه بدید. مجید آماده شد بگید. مثلا کلا که ضبط نشده بود ولی حالا بفرمایید. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درت غلام و نوکرت، مران از در مرا به حق مادرت. علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا. غیر تو یاری ندارم، با کسی کاری ندارم. گر مرا از در برانی جای دیگر من ندارم. تو خوبی من بدم، به سویت آمدم. تو خوبی من بدم، به سویت آمدم. به حق فاطمه مکن مولا ردم. علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا. متشکرم. خانم عباس می‌فرمایید. متشکرم. خدا چقدر دوستتون داره. به قول یه عزیزی میگه به بعضی از حنجره ها خدا بوسه زده. شاید شما یکی از اونها هستید که میتونید اینطور تأثیرگذار باشید و صدایی دلی داشته باشید. من واقعا منتظر بودم که شما بیاید. به قول استاد متولیان ما ابتدایی که آمدیم سراغ شما رو هم گرفتیم، گفتیم که شما تشریف میارید یا نه. صادقانه بگم شما من رو هر بار که میخوانید میبرید به کوچه پس کوچه های کودکی و مشهد و خانه‌ای که رازخانی بود، خانه‌ای که خدا رو شکر آنچه که از خانه پدری مانده هنوز هم در دهه آخر ماه صفر و دهه اول محرم این رسم زیبا برپاست به همت خواهرم. من سالها برای شنونده ها شاید آشنا باشه این صدا که رأس ساعت 8 صبح یه بیتی رو من میخواندم و بعد سلام ما به حضرت رضا قریب القربا بود. با تو این 8 عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل. خب مدیریت وقت شبکه تصمیم گرفتن که با صدای دیگری بعد از سالها که پخش شد پخش بشه. اینجا من یک خاطره تلخ رو برای خودم، شاید خیلی تلخ بود، برای شنونده هام بگم. هیچ وقت نرفتم سراغ بگیرم که در طی این 31 سال بچه ها میدونن که چرا فلان برنامه رو از من گرفتید یا کس دیگری آمد. هیچ وقت گفتم خب این که ملک پدری نیست. تنها جایی که دلم شکست روزی بود که یکی به من پیام داد، گفتش که فلانی سلام 8 صبح تو به آقا رو حذف کردن. عزیز دیگری البته خب صداشون هست. تنها باری که من معترض شدم به این که چرا صدای من نیست همان وقت بود و بعد هم دیگه
گفتم حتما روزی من تمام شد. متشکرم که ما رو بردید مشهد. دلتنگ حرم بودیم، دلتنگ پنجره فولاد بودیم بسیار، و من یک آن حس کردم که در صحن مقابل پنجره فولاد دارم به آقا سلام میگم. درود بر شما، درود بر شما. یه آهن از فیض تو گوش شنوا پیدا کرد، آهن از فیض تو گوش شنوا پیدا کرد، شاهد این سخنم پنجره فولاد رضاست. خانم آل عباس درود بر شما. یه چیزی آقای متولیان گفتن، خوش به حال ما ایرانی‌ها. من میگم خوش به حال مشهدی‌ها که امام رضا دارن، خوش به حال ما ایرانی‌ها که مشهد و رضا داریم. یعنی خیلی میچسبه که وقتی میریم مشهد پا بوس آقا امام رضا. این بخش آقای رئیسان دیگه از مبحث مسابقه گذشت، یعنی فاکتور بگیریم از بابت اینکه شما دعوت بودید. نه، هممون دعوت بودیم به حرم بارگاه حضرت موسی رضا علیه السلام. یک دو سه تا اونجا بود. امیدوارم که باز زیارت کنیم شما رو، چهره ماهتون رو ببینیم. انشالله اگر مشرف شدید به مشهد و رضا، نایب الزیاره ما باشید. صحبتی داریم؟ صحبت پایانی؟ افتخاری برای من که با توجه به اینکه در سن کهولت هستم، 64 سالمه، ماشاءالله جوانید آقای رئیسیان همچنان، ولی با یک اشتیاق بسیار وصف ناپذیر و خاصی من به دعوت حضرت استاد قدوسیان و سرکارخانه قنادها و شما داوران معظم و بزرگوار اجابت دعوت میکنم و میام اینجا و دیدارها تازه میشه و لذت میبرم از این زمانهایی که در این مجموعه و در جمع شما. درود بر شما، باعث افتخار ما هست. هست. بسیار متشکرم. همچنان شنوندگان عزیز همراه یک دو صدا باشید، همراهان عزیز همچنان همراه یک دو صدا باشید و بشنویم صحبت‌های سرکار خانم رنجکش، گزارشگر خوب برنامه. خیلی متشکرم. آقا درود بر شما. متشکرم. استاد در خدمتتون. خدا